شب قدر بدرخوابی کشیده؟ بله بدرخوابی کشیدیم. شب گذشته شب قدر بود. ما در مسجد محمدیه معروف به مسجد ایشان نورالدین جان در همونجا بودیم تا ساعت 2 شب در همونجا ایستادیم دعا کردیم. خیلی یک قسم دعا همین بود که دولت ما خوب شود، پیشرفته شود، جایهای کاری بسیار شود و مهاجرایی که میبینیم هر روز از روسیه مردهشان میآید کمتر شود همینجا آمده کار کنند. دعای اساسی ما همین بود. سلامت باشید. در شب قدر شما از خدای تعالی چی خواستید؟ ما اول از خدای تعالی ایمان کامل خواستیم. دنیا من تنجی و امانی باشه، سری و پوری باشه. میخوایم دیگه دولت ها و دولت ما جنگ نشوه، ما خوشبخت باشیم. مادر همه قچی طلب کردیم از خدای تعالی. شب قدر ده. شب قدر شما از خدای تعالی چی خواستید؟ ما در شب قدر نماز گذاشتیم از خداوند متعال طلب کردیم خداوند گناههای ما را عفو کند و شاید در کسب کار ما بگیرد به ما راه راست برای راست هدایت کند و تنجی و آرامی را در کشور ما همیشه پابرجا گذارد. شما شب قدر بدرخوابی کشیدید؟ راستی شب قدر بدرخوابی نکشیدم، تنقیسی میکشیدم. نکره سالهای پیش بیدار میایستادم. این سال نمیدونم مشکلات در چیزی بود که نباید نشده. بدرخوابی نبودم، یعنی نمازها را خوانده خفتن را خواندم و خوبم بود. راستی یعنی خستم میشه سرگاه است صبحانه است، یعنی روزادار بود. نیت کردم روزا رو بود ایدمی کار رو بود. چون میگویند در شب قدر هر نفری که از خدا چیزی خواست خدای متعال برای او عطا میکند. خب شما در این شب قدر از خدا چی خواسته، چی آرزو کرده؟ من همین رو میخواهم که من راه دور به اشتا بی سلامتیش نقض باشد و همراه ما باشد. همین خاطر با فرزندانم و شوهرم همین چیز رو میخواهم. شوهرتون کجا؟ با شهر مسقط. بله. سلام علیکم. شما شب قدر بیدار بودید؟ بله البته. خب از خدا چی طلب کردید؟ اصلا من طلب کردم که البته شب قدر بود مقصد به هر یک کشوری ما هر یک چی میگن اهالی ما مقصد صورت یا مقصد کسی چی آرزو داشت چکنه خیلی من خودم ایمان خواست بگم این شب مقصد خداوند وقتی مرگ داد ایمان دور نکنم. شب قدر شما بیدار بودید و از خدا چی خواستید؟ در شب قدر ما از خدا خواستیم خداوند امت اسلام از خواب غفلت بیدار کند و مردم مظلوم فلسطین خداوند نجاتشان بده.